السلام علیکم به همه دوستان، подписчикان، مهمانای کانالمون، تماشاچیان همه در سلامی گرم و جوشانی خدمت میرسونم. امروز ما سحری خستیم، چی خوریم نمیدونستیم، چون تا دیگر شیر تخم بیرون نخوردیم. سحر گفتیم خیلی پیتزا کنیم، چند قشنگ نخوردیم. برای این که چی میگیریم، یا تخم میگیریم، ایمو تخمی قازمون نمیدونم چی کنیم. تخمه بیرونشون میخرن، خیلی تریشه میخریم. تخمی قاز، مسکه آخرش موندم، یک قاشق مسکه، یک استکان شیر، نمک قهر، یک ترازی خیتر، یک ترازی دروژه، بعد و آرد میگیریم. ما هم ایره میگیریم، خمیر میگیریم. ما شروع میکنیم به خمیر فرقتن، خمیر پیتزا را ما هستیم. دستا را بالا کرده میگیریم. تخم کلونک ما رو میشکنیم. تخم مرگریم که هیچ کنه میخوره، بیرون شما میکنیم هایدار، چون در آسمون فقط ریکس میخوره. میشکنیم. ما برای کوک اومدن یک قاشق شکر هم میدوزیم. شکر هم میدوزیم. نمک همش میدوزیم. نمک میدوزیم. مسکر هم میدوزیم. بس باشم کسی خونه ما بریم در شوی کنیم. شبه میتیم خیلی اپراتیری ما در روی کنی رفتم دیگه تو نخورد. وایمونه شیرمونه میریزیم. دروژمون در درمی شیرمون داخته بدیم. ما نه ویروش هسته پیروش دروژمون در درمی شیرمون داخته بدیم که او شواده رنگونش میشنه خیمیشه بسیار شده خیلی بکر تو میشه میکوبیم. خیلی بعدن انای اور بیزگمون میمونیم. برای دستمون آرده میگیریم میریزیم. با میبیزیم که کوکاکی خش رو بیویه. شوازی میکنیم و بونیم شبه که میکوبیم. خیلی زیبای قلی دیگر آرد میدوزیم. اما ای دفعه و میکنیم رازی خیتیرمونه برای آزمون میدوزیم. رازی خیلو بگیری و جوی بود رازی خیتیر شه مازای کوکاکی دمو دیو و نشتا میویه. بای خیلی میکنیم. خیلی میکنیم. میکنیم راست دسته داشته به دست میکنیم. خیلی تمکنیم خمیرش میکنیم. هم جوشم تو خمیر شدن شه. این خمیر ما تیار شید. خمیر ما یا تنه دوتا پیتزا میشه برای که دوتا خیلی شد. این دوتا یا چه ما میکنیم میخواییم یا چه بگو دکوی عبید خون
دست میبین میخرم. این همی قدر چیز در کورکی دادرانش بدوزم. من هم قچیز میدوزم. هم قچیز یافتم ای خونه و ای خالدینی که همه جا دوخته استم. اینا کلباسه وریونی، کلباسه کپچونی، سسکه ارزونی 50 درمه، پامیدور، پیاز و بلغارسکی. برای سوسش کچوپ، مایونز، برای بالاش سیر. این همی خطنه کردیم، شاید نمی خطنه کردیم، خیلی همه جوشه خسروتنه کردیم. اکوز مو سوساتیور که تا بالاش میشکیم. من همه کچپمونه میگیریم، کچپمونه میگیم. هوی میکنیم و میریزیم. خیلی آقا کچپ میریزیم که کچپ بسیار بخش روه. اما کچپ ریختیم. بعد مایونز میگیریم. بزن هوی مایونز نه ها. هوی میکنیم میریزیم. میریزیم خیلی و مایونزش میریزیم. ریختیم. که یک قاشق قط میگیریم میکنیم. بخیرم که ما مایونز بسیار ریختیم کچپ هم ریختیم. خب برای بلازه شدن شاینه این کچپ هم داریم کمتر تیزک بیاید. من کچپ هم شاینه این کچپ هم میدوزیم شایی قهر. بسته میکنیم. یادمون میچشیم. با مزه به نهایت بلازت ای تمام. در بالای این میکنیم. مایونز اکانوم نکرده که سوچنی پیتزای با مزه بیاید. ها بسیاری بدم نمیکنیم که شرک نیاید. پیتزا را ناز میدونم. من آخرون بار پیتزا کردم رنگ شرک اومد نفورید. من سیرش چی خیلی که سیری ملایمی بد بود نفورید. من نه که دیگر میدوزیم. تمام. این چیزمون هم میدوزیم. یا تهده اول پیوزه میدوزیم که گودکو نبیننش که پیوزه خیلی نکی گودکو خیلی نکی نمیخوان خوردن. میخوان که فقط همی گوشت و پوست باشه. پیوزم بخیره. بعدی باید بلغاری را میچوشیم. نوری بلغاریوش با مزه میبینه که گودکو نمیخرن. بو میبینی که جیدو کدن و سفریدن شون. بلغاری را میچوشیم. بعدی باید میچوشیم ویا کلباسه کپچون کاره میچوشیم. کلباسه مون خوش روی بوشکی بوش با اومد فورید. من بعدی باید اینه میچوشیم. همه کلباسه مون یک درده میچوشیم. بعد سایسکار میمونیم یک درده. خواهی کردیم. بعد پمیدورم هم که میچوشیمش دباش. میچوشیم. سیری هلندی مونه میگیریم. محصولات وطنی بدن یکی هلندی بدن یکی محصولات وطنی بدن. پرسن چی داشته میگیریم سیرمون رو چی میکنیم. نیخه جورتا میگیریم میشه دباش.
کم ترک میگذاریم برای پروسته و با میگذاریم داخلش و با خیلی میگذاریم. خب نمیتریشته نه سیرومونم مونده. ما که میبینیم که چی میشود. ماده براری که راست دخوفقه میترویم. دخوفقه میترویم که نمیکنم برای که دخوفقت بری چیرکه میگن آدم ها که من او قپله ندارم که ببرم برای می اینترنت ها شده دخوفقه بخرم تکشه دخوفقه من نمیبینه. این پیتزای ما هم تیار شده. از یه بار دیگه با یه رسیدی که سیر میچوشیم شم و تمام یعنی 5 minut 3 minut میسته میگیریم شاید خوب میچوشیم هم قبوش خوشو برمدیستن بقیه جاشم باش بینی باید برمزد رنگ پیتزای نرویجی بوشو برمدیستن چه کسی را ساکی کسی خود ساکی کسی را خود خیلی خیلی یک نمیشه بس شکی بودن دو دفعه شرک نبید تمام رد خوفته میمونم شه پختک پیتزامون منم خیلی پیتزا در تفتان خشرو اینجا آدماش داد کدیستیان کودکا کار میپزه بخریم از ما ایران میبریم میخریم کنیک خشمورم وقتی دیگه هوا خنک شده انتری چیزو میفوره دیگه سیر کنیدن کنیخری پیزاتی نکنیخری فرقش نیست خیلی بیا نبیا همین در دروش چیزی دوری نداره بلود با مزه میبیا که با گفتن روز نمیبیا با مزهش میبیا انا که ما میگیریم به این طریقه که داده گفتی اوتم کی گفتی اوتم میندازیم گفتی اوتم اینه ها میتیم که داده بعد اپراتور من باید خرکو میای طریقه رستورانسکی اپراتور مونده میتیم خیران کودکو مزه کده خیران ایش مکتب میره و ایش خیلی میده اکو خودم نه خیمه با تیزک میخورم پیتزا ما دا تیزک میفورم پیتزا اگه بخم به همه چختیم با مزه یو مزه افترق نکدم یو همه چیز با مزه هر شیعش بخدو نبو بسم الله رعیدم برو برم بسم الله و الاوله و الاخرتو یه حیات من بسم الله رعیدم میرارم وقتی خوردن دوستی بعد که داری با حیات میاری با مزی بعد کنه خود عبیلت کنه خمیرش با مزه خب با مزه بعد راجع با مزه رحمت که تماشا کده با ما بوده کنه خیلی نظمونه نه این دو تاکوسو پیتزا را موز میگیریم میگیم که اینترنت ما رو گیرون کنید ما پورا آوردیم خیلی گفتم میرویم خانه های نه نگاه داره ایده نمیدیم میبریم خانه های ویفای دار
ببینیم چند پد پیستیک دادیم. میبرویم. Ay بیرون افتوبکم چگونه. تاکسی در کوچه خالی، خانه خالی. یک آدم اقم بالکنی رفته است. اینجا ده چی بازی رفته است. لانکا بازی 2 میلیون. ما داشته با ما لانکای فروشی بیارم. با لانکا بازی ای مدام میره. کای کمی لانکا بازی میشه و من میرم کارون. اگر لانکا میارم تمام لانکا بازی تمام شده. اون لانکا 1 سال میسته. با سال دیگه برام میخرم. 20 سال نمیارم شما. وای تو برین چیکار داری؟ ها؟ چیکار داری تو؟ قانی هاما خیلی نرستیم. اینا اومدیم خونه تجمع آمده. خونه شون خوشرویه. ایره بچه کینوگیه. چی؟ شوشتا بودی شب؟ چقدر شوشتی شایره؟ سنیمت کجا؟ شیرین خیمه شینید از تلویزیون کالون شونه موندگی تماشا منی رو پرو. خیلی پد پیشکو تا سلام بگو. چی کسلی ولی هم بگو. خوب